خونده باشم هم بابت اینکه 23 تیر ماه یعنی پسفردا در سال 1365 در گذشت دکتر مهدی حمیدی شیرازی اتفاق افتاده. خواستم به این مناسبت از او یاد کرده باشم و مشهورترین شعر او رو هم بعد خونده باشم. اینم از حمیدی شیرازی عزیز. اما در استودیو شماره 2 یک کوچولوی 2 ساله است به نام یشنا که لحظات قشنگی رو برای ما خلق میکنه و بی تردید همه کسانی که میبینند لبخند خواهند زد و این لبخند زدن واجب، انگار لازمه سر و کار داشتن با بچه ها و دنیای قشنگ، صادق و مهربان بچه هاست. بریم به استودیو شماره 2 و یشنا کوچولوی 2 ساله رو که برای ما صحبت میکنه باش گفتگو میکنیم ببینیم و لذت ببریم. یشنا خودتو معرفی کن ببینم. بلدی کتابتو بخونی؟ آره؟ بخون کتابتو ببینم. آقش آی گویدشیا آی اهو بایده آی پرنده های کودایده این بچه روش دوباره قهره این قهرترین بچه سرده. ما ده کوچولو اخمو داریم یه بچه روش قهرو داریم هر روز تو خونه کارش همه گل بزنه اخمو بشینه کاش کمی با ما مهربون بود هرچی بیدی بدی بش قل میکنی زود سماوی چه جوره میره یا عقل باشم بخانه دیشه دیبا رو ببین چقدر قشنگه این بادکنکا چه رنگارنده دوست اومدن بزرگ و کوچک میگن چوای رودید مبارک احمد رو واکن فقط امروز یا عقل باشه شراب و بهروز من نمیخوام شاشاری باشم قدی دو دخاله باشم چشماشو ببین درونه ها را روی بچی قهر با بابا میگه بچه من پوش نخواهیده بابا به اون بعدی چی دیده جایی اتاق جایی نداره اونجا تا قدر میاره حالا بخوادید زودتر اینها را رقم میکنم و تو تا فردا این چیه ده چی را دقالی همش یادم رفته عیبی نداره. چند تا کتاب بلدی یشنا؟ 50 تا کتاب بلدی؟ یشنا تو الفبارم بلدی؟ میتونی الفبا رو بگی؟ الف ب پتشه دیمچه هخدا یه سین جا تا جا این گف یا میمون باشه. تو چند سالته یشنا؟ 2 سالته؟ بزرگشی میخوای چی کاره بشی؟ که برای خودمون آب پر کنیم. آب پر کنی؟
برای چی؟ میخوام آب کنم و ازدواج کنم. ازدواج کنی؟ ازدواج کنم به چه خبره؟ الان دوست داری کجا بریم؟ میخوام جوری خونه بمونم و گشنمه چشنمه. گشنته؟ چی برات بیاریم بخوری عمو؟ گشنمه چشنمه. چی دوست داری بخوری الان؟ من کتابمو برشتم. باش کتابتو برمیداریم الان. بشین خودت، من برمیدارم. من خودت بردار. باشه عمو، من برمیدارم. تو الان چی میخوای بخوری برات بیاریم؟ که گرسنته؟ چی دوست داری؟ میخوام برم خونه. بری خونتون؟ الان بری خونتون چی کار میکنی؟ گشنا؟ خسته شدی؟ خسته شد. آره چرا؟ بازم میای پیش ما؟ آره؟ دیگه یه روز دیگه هم میای بازم برامون کتاب بخونی؟ منم یه روز دیگه بیام. یه روز دیگه بیای؟ باش پس الان خداحافظی میکنیم، برو یه روز دیگه بیا. از 1 تا 20 هم بلدی بشماری؟ هر بشمار خداحافظی کنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 بقیه چی؟ 16 20. خیلی ممنون که اومدی تو برنامه رادیو 7. کاری نداری یشنا؟ کاری دارم باشم. میخوام اینجا باشم. میخوای بمونی اونجا؟ میخوام بمونم اینجا. باش خوبه، خوش میگذره؟ خوبه. استادی اومدم اینجا استودیوه؟ خسته نشد. خسته نشدی ولی خسته نشدم. دختر عینکت افتاد. وقت نمیخوام سوده باشم. میخوام خیلی دختر خاله باشم. تو خط دختر خاله؟ باش میخوام برم خونه. خب بالاخره من نفهمیدم میخوای بری خونه یا میخوای بمونی؟ میخوام بمونم. خب بمون. اگه کسی هست که با دیدن این تصاویر لبخند نزده، آدم خیلی ویژه‌ای باید باشه، خودشو معرفی